ایرانیان تبعیدی پیش‌بینی می‌کنند که رژیم به زودی تحت فشار ناشی از جنگ قدرت کمر خم کرده و از هم پا بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست. به همین مناسبت از سوی حجت الاسلام سید احمد خمینی نیمه خرداد 68 روزی که انقلاب اسلامی بنیانگذار خود را از دست داد. ایران سوگوار است، اما این سوگواری تمام ماجرا نیست. بازیگرانی منتظر فردا، دشمنانی مشتاق و منتظر فروپاشی و دوستانی نگران و دلواپس آینده انقلاب. ایران چگونه بحران انتخاب رهبری را از سر گذراند؟ امام رضوان الله در حال احتضار بود. هاشمی کلمه دست و پای خودش رو گم کرده بود. نگران جان حاج احمد آقا بودیم، گفتیم ممکن است اصلا با رحلت حضرت امام بود قالب تویی بکنیم. بی جهت نیست که گروه‌های تبلیغاتی در سراسر جهان و ولیده‌های بومی آنان تمام توان خود را صرف شایعه‌ها و دروغ‌های تفرقه افکن نموده‌اند. امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. ایشون رنگی سرخ شده نهادش در من به هر حال مخالفم. غروب آفتاب بود که امام رضوان الله در حال احتضار بود. ما رفتیم بیت، جمع دوستانم بودن، بحث شد راجع به این که چه باید کرد. اوضاع ناجوره و ارتش عراق و اون برنامه هایی که اینا در مرزند و مشکلاتی که ما داریم. گفتن که خب فوت امام رو که اعلام کنیم. آقای هاشمی که نسبتاً آدم خودداری هست و محافظه کاری و اینها، کلمه دست و پای خودش رو گم کرده بود. هاشمی رفسنجانی نگران شرایط پس از امام است. پیشنهاد می‌کند که اعلام خبر فوت امام به تعویق بیفتد. اما سید احمد خمینی مخالف است. میگوید امام در زمان حیات خود به مردم دروغ نمیگفت و من هم دروغ نمیگویم. نقشی که شخص مرحوم حاج احمد آقا بلافاصله بعد از رحلت حضرت امام در تعیین رهبری تسریع در این موضوع داشتن،
یکی از شگفتی هاست ایشون عشقش به امام جوری بود، ما واقعا نگران جان حاج احمد آقا بودیم، میگفتیم ممکن است اصلا با رحلت حضرت امام اون قالب تویی بکنه، نتونه تحمل بکنه این بار رو. در اون فضای عاطفی که همه غرق در ماتم و گریه بودن، به هیچ چیز نمیتونستن فکر بکنن. من اونجا شاهد بودم در بیمارستان قلب جماران با فاصله اندکی چجور اینشون با بزرگان نظام که دیگه اونجا بودن در تلاش بود که هر چه سریعتر خبرگان از سراسر ایران جمع بشن، هر چه سریعتر تصمیم گرفته بشن. تهران با شنیدن خبر فوت امام سیاه‌پوش می شود. دسته های عزاداری برای وداع با رهبر به سمت مصلی حرکت می کنند. اما در خیابان امام خمینی تهران تجمع دیگری است. تجمعی سرنوشت ساز با موضوعی متفاوت. ساعت 8:30 صبح اجلاسیه فوق‌العاده خبرگان به ریاست آیت الله مشکینی تشکیل می شود. علاوه بر نمایندگان خبرگان، نمایندگان مجلس و برخی از مسئولین هم در جلسه حاضرند. اول کاری که اون روز انجام گرفت پیش از ظهر این بود که وصیت‌نامه امام را که قبلا این وصیت‌نامه رو نوشته بود و به امانت گذاشته بود در مجلس شورای اسلامی که بعد از ارتحالش بخونند، این وصیت‌نامه رو خوندند. برای قرائت وصیت‌نامه سید احمد خمینی آمادگی روحی ندارد. بنابراین طبق وصیت این مسئولیت به اولین مقام بعد از امام محول می شود. این جانب به همه نسل‌های حاضر و آینده وصیت می‌کنم که اگر بخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهید و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختلاف است. بی جهت نیست که بوقهای تبلیغاتی در سراسر جهان و ولیدهای بومی آنان تمام توان خود را صرف شایعه ها و دروغهای تفرقه افکن نموده‌اند. با حل نهایی مسئله رهبری در یک دوران بسیار مستمر و نامشخصی به سر رسید. جلسه قبل از ظهر به خواندن وصیت‌نامه گذشت، اما دستور جلسه عصر متفاوت است. میهمانان باید جلسه را ترک کنند. تا دقایقی دیگر مهمترین اجلاسیه خبرگان رهبری تشکیل خواهد شد. نتیجه جلسه عصر مشخص خواهد کرد فرد دیگری صلاحیت رهبری پس از امام خمینی را دارد یا انقلاب را باید به یک شورا سپرد. شورای رهبری، گزینه‌ای که ابتدا توسط بعضی از خبرگان مطرح می شود، گزینه مورد قبول سران قوا، اما این گزینه مخالفین جدی دارد. اولین مخالف شورایی آیت الله حائری، منتخب مردم شیراز. من به عنوان اولین مخالف شورا آمدم صحبت کردم. صحبت من این گفتم که تو این بازنگری قانون اساسی شورای عالی قضایی رو برداشتید، قدرتش رو دادید به رئیس قوه قضاییه، دیگه شورا قدرت نداره و شما آمدید نخست وزیر را حذف کردید، قدرت رو دادید به رئیس جمهور. پس شرایط به تمرکز نزدیک. وقتی الان رهبری میکنید شورایی، به صورت ارسال مسلم ناکارآمدی خودش رو تو جامعه نشون میده، چون شما خودتون تجربه کردید که باید یه نفر مسئول باشه. البته موافقین هم دلایلی داشتند. من صحبتم تمام شد، یه نفر آمد گفت که ما میتونیم به وسیله شورا این اختلافاتی که تو جامعه هست هر کدومشون کنیم یه عضو از این شورا و به وسیله این چند تا وحدت رو ایجاد کنیم. بیایید این کار بکنیم که اختلاف نشه. نفر مخالفتی آقای جنتی آمد. آقای جنتی گفت
وقتی یه مجموعه هستن متفاوتن میخوان با هم راه برن، ضعیف نمیتونه به قوی راه بره، ناچار قوی آهسته تر حرکت کنه تا ضعیف هم بتونه به او پاش برسه. باز دیگران آمدن قسم آیه که این کار بکنید این بهتره. خب یه طرف برهان میبونه، طرف قسم میبونه. اگرچه در تریبون مجلس بحث شورای داغ است، اما در بین نمایندگان زمزمه های متفاوتی شنیده می شود. نمایندگان می خواهند این صحبت ها از تریبون مجلس پخش شود، صحبت هایی که گزینه شورای رهبری را منتفی می کند. آیت الله شبستری نامه ای به هیئت رئیسه می نویسد، اما هاشمی که از موافقین رهبری شورایی است مصلحت نمی داند و می خواهد صبر کند تا بحث شورایی به سرانجام برسد. یادداشتی مهم و تاریخی که در آن از هاشمی خواسته شده تا نقل قولی از امام را به عنوان شاهد تایید کند. چون بحثا خیلی طول کشید گفتن که بعضی پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن و بعد هم گفتن که هرچه زودتر باید تصمیم بگیریم. اون وقت آقای هاشمی یه مقداری از وضع کشور هم تعریف کرد که شرایط اینجوریست، باید هرچه زودتر رهبر انتخاب بشه. حالا نوبت تصمیم گیری بود. شورایی آری یا نه؟ یکی از کسانی که الان از دنیا رفته آمد جلو به هیئت رئیسه گفت بگید مخالفین شورا قیام کن. منظورش این بود که ممتنعه ها اضافه بشن به موافقین شورا و زمینه باشه که مخالفت رد بشه و شورایی تصویب بشه. گفتن مخالفین شورا قیام کن. مخالفین شورایی قیام کردند. وقتی با شدن دیدن نه بالا هستن، بعضی منشی ها گفتن اکثریت هم. اینا گفتن نشینید تا دوباره بشماریم. 3 بار گفتن نشینید تا بشماریم. در آخر گفتن که نظر خبرگان به شورایی نیست، نظرشون به رهبری فردی است. 44 نفر ایستادن، فردی تصویب. با گذشت چند ساعت هنوز جلسه به نتیجه نرسیده، جلسه ای که چشمهای زیادی منتظر نتیجه آن است. مردم ایران به خصوص از مبارزات داخلی بین رهبران مذهبی برای جانشینی خمینی واهمه دارد که احتمال دارد به جنگ داخلی منجر گردد. رهبری شورایی به سرانجام نرسید. این بار نوبت رهبری فردی بود که عیار آن توسط خبرگان محک بخورد. آیا خبرگان کسی را در قواره جانشینی امام خمینی می‌یابند یا مطابق انتظار بیگانگان انتخاب رهبری به چالش بعدی نظام تبدیل می‌شود؟ هر کسی رو که نظرش بود گفت. امام خمینی هم پیش از وفاتش فرد مورد نظرش را اعلام کرده بود. هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی خاطره‌ای دارند که بیان آن می‌تواند نوشداروی چالش احتمالی نظام نوپا باشد. نسبت به بعضی از مراجع هم آیت الله گلپایگانی صحبت شد که ایشون رو به عنوان رهبری انتخاب بکنه. یک بار دیگر رأیگیری، این بار برای آیت الله گلپایگانی، 14 نفر از 74 نفر. باز هم نامه‌ای دیگر برای هیئت رئیسه، نامه‌ای همزمان با رأیگیری از طرف آیت الله شبستری و آیت الله معصومی و باز هم درخواست برای تایید نقل قول منتسب به امام. این نامه هم سرنوشت نامه قبلی را دارد. جمعی از خبرگان به صلاحیت فرد دیگری برای رهبری اعتقاد دارند. بین خبرگان همه می شود اسم فرد دیگری مطرح است، کسی که در همه گزینه‌های شورایی تکرار شده است: سید علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت. از شاگردان امام که در جوانی به اجتهاد رسیده بود، هم به اجتهاد رسیده بود و هم از جوانی مبارزه را شروع کرده بود. سید اهل مشهد از خانواده‌ای روحانی، عضو شورای انقلاب، نماینده مؤثر مجلس. آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. و صاحب بیشترین آرا در انتخابات جمهوری اسلامی،
علاوه بر اینها از جنگ هم غافل نبوده. هم مردم امام جمعه تهران را میشناسند، هم غیر ایرانی ها او را میشناسند. حجت الاسلام شهید علی خامنه‌ای دیروز ناوهای آمریکایی. دشمنان هم از او غافل نبودند. نممکن بود در میدانهای یک مجتهد با توان بالای مدیریت سیاسی و مقبولیت بالای مردمی. همه در بین خبرگان ادامه دارد. آیت الله معصومی قیام می کند. با صدای بلند هاشمی را خطاب می کند. مگر ما خبرگان مردم نیستیم؟ چرا نامه ما را نمی خوانید؟ اما هاشمی برای خود دلیلی دارد: عدم رضایت آقای خامنه‌ای. آنها با اصرار میگویند در نقل این قول رضایت آقای خامنه‌ای ملاک نیست. بالاخره این جمع باید از جمیع جهات مطلع باشند تا بتوانند رأی درستی بدهند. اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخوان آقایون. آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدم که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن. اگر آقایون مایلن من نقل کنم. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتم هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم. واقعا خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید. ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم باز رو همین مسئله. من چون تو جلسه عمومی شرمم میامد خیلی بحث مثلا یه دندگی با امام بکنم، تنها که میرفتم خیلی آزادتر حرف میزدم، خیلی با ایشون یه دندگی بر رفتم رو مسئله. بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید. بار سوم این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون. گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمد آقا گفتن که من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبرویی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن. اینم حرف سومی است که البته این من از احمد آقا نقل میکنم. با وجود بیان این خاطرات هنوز یک نفر سخت مخالف است. ایشون رنگی سرخ شده بود، نقاطش تم شد، بدون اجازه، بدون که وقت بگیره آمد پشتش. ببینید من البته در اون ساعات بسیار حساسی که سخت‌ترین ساعات عمرمون گذروندیم در اون شب شنبه و صبح شنبه، که خب برادرها از روی مسئولیت و احساس وظیفه با فشردگی تمام فکر می‌کردن، تلاش می‌کردن که چجوری جمع و جور کنیم قضایا رو. از بنده به عنوان عضوی در شورای رهبری مکرر اسم می‌آوردن که من البته در ذهن خودم اون رو رد می‌کردم، اگرچه به نحو یک احتمال برام مطرح می‌شد که حالا شاید واقعا این مسئولیت رو به من متوجه کنن به عنوان عضوی یک نفر از 3 نفر یا 5 نفر. و به خدا پناه بردم من همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این
اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. و واقعا از ته دل میخواستم که نشه. من در بحث من به هر حال مخالفم. موافق هستند قیام بفرمایید بشمارید. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی می شود. خدا را هم شکر گذاریم که ختمی به خیر شد. امیدوارم انشاءالله رضایت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا را جلب کرده ایم در این قسمت. دنیای امروز ایشون را شناخته‌اند و میفهمند که یک فرد لایقی که از ابتدا با اسلام بوده و با امام بوده و قابل سازش با استکبار نبوده، بالاخره امید دشمنان ما با این انتخاب به نظرم انشاءالله به ناامیدی خواهد کشید. حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خذها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد میکنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم برای اینکه این مسئولیت رو تا اون جایی که در وسع منه که تکلیف هم بیش از وسع نیست، با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم و انجام کنم. ما صمیمانه در خدمت شما هستیم و عاشقانه خواه حاضرین هر کاری داشته باشید انجام بدیم. الحمدلله دشمنان ما کور شدن و دیدن پس از چند ساعت این مملکت رهبر پیدا کرد، رهبری مثل شما. ناامیدی و شوک آن سوی میدان. انتخاب جانشین برای بنیانگذار کاریزمای انقلاب در عرض چند ساعت. انتخابی که برخی اعتقاد داشتند هرگز رخ نخواهد داد. مرگ آیت الله خمینی را مرگ انقلاب می‌دانستند و ردای ولایت فقیه را منحصر به فرد و فقط در قواره ایشان. بحرانی که می‌توانست سرنوشت انقلاب اسلامی را به تراژدی تبدیل کند، اکنون به نماد اقتدار و کارآمدی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی شده. مرحله‌ای سخت با چالش‌های پیچیده‌تر پیش روی مردم و رهبر.